سلام علیکم. آنان که خاک را به یک نظر کیمیا کنند بعضی وقتا وقت میکنن یک نگاهی هم مختصر به ما کنند. سلام علیکم. ماشاءالله. پنبه ما را آقا میرزا چه وقت میکنید بزنید؟ میگم اگر زحمتی برای شما نیست میرزا جان یک کوچی هم به دهان و زبان ما بزنید، چون عمل که در حرفهای ما نیست ولی مردم ما را بی خودی باد میکنند. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادن. آدم هر چی بالاتر بره تشتش که از بوم بیافته بیشتر صدا میکنه. سالک باید خودش رندی کنه، نذاره این باد شهرت زیاد بشه که اگر ترکید خیلی صدا نکنه. احسن، درست میفرمایید میرزا. شهرت شرش از نفعش بیشتر است همیشه. اگه نفعی باشه، هر چیزی یک تونی داره. جمال تونش تنهاییه، مال تونش حساب سنگینه، شهرت هم تونش رسوایی و جلو چش دیگران بودنه دیگه. حاج آقا، این جماعت که واسه بوسیدن دست آدم جلو آدم خم و راست میشن مثل این چوب کمونند. هر چقدر که بیشتر جلو آدم خم میشن تیری که از این چله در میره زهراگین تر و کشنده تره. دور از جان شما، ما هم با تعریف هایی که میکنند و مدیز هایی که میگویند کلی تیرانداز دور تا دور ما را گرفته آماده زدن به ما هستند. خدا عاقبت ما و همه را بخیر. بی خود نگفتن این قدیمی ها، سلامت تو گمنامیه.